بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان و بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه تماس های مستقیم است. اولین تماس را میگیریم از افغانستان. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محترم، انشاءالله خوب هستید؟ صحتتان خوب، بخیر، طرفایتان سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید. محترم، خوشحالم که با شما صحبت هم کلامیم. سلامت باشید، بزرگوارید، الله متعالستان کند. خیلی وقت بود، خیلی وقت آرزو میکردیم که با شما هم صحبت هم کلام شیم. الله متعال شما را حفظ کند. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. سلام محترم، به خاطر همین واقعی همین رویدادهایی که فهمیدی چند افتاد. بله پیرامون سید بخاری، بله سید بخاری و پیرامون همین شخصیت امام بخاری و شخصیت امام ابو حنیفه رحمه الله بله، میخواستم بعضی گپایی از بگویم. بفرمایید بفرمایید. سلام محترم، از زیر وقت است که فهمید دشمنان اسلام به هر طریق، به هر شکل میخواهند علیه دین ما، علیه اسناد و دین ما تاخت و تاز بکنن. بله چه با نام مذهبگرایی، چه با نام فهمیدی این آن. درست. دیگه الله تعالی شما را اجر بده که در این مورد ساکت نمیشین، همیشه حق میگین، همیشه فهمیدی حق گو، همیشه سلامت باشید. دایدار حق، همیشه فهمیدی در مسیر حق فهمیدی تلاش دارین. الله متعال حفظتان کند. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. فهمیدی دعوت به حق، دعوت به توحید، دعوت به قرآن، دعوت به سنت. زنده باشید برادر عزیز. حرف دیگری دارید برای گفتن؟ میشنیم سلام محترم؟ بله بله میشنوم. صحبت دیگری هم دارید؟ سلامت باشید، بخیر باشید، خوش شدیم که فهمید صدایتان شنیدیم. سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال شما را حفظ کند. مورد بخیر باشید. این مورد فهمیدی یعنی سیفیان اگر فهمیدی دوام بتیم برنامه‌تان در مورد همین خرافات و بدعات سیفیا، برنامه‌تان دیگه ادامه بدین که انشاءالله حتما. آمدن حکومت امارات اسلامی افغانستان خیلی از این خرافات و بدعات ها باز آوت گرفته، باز مردم فهمیدی در این مطالعه هست. خیلی اگر در این مورد هم فهمید برنامه‌تان اگر بیشتر بسازین. حتما انشاءالله، حتما انشاءالله برادر عزیز، حتما انشاءالله. الله متعال عزیزم دوستان محترم، الله متعال سلامت باشید، حفظتان کنه. زنده باشید. تشکر از شما، زنده باشید برادر السلام عزیز. علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. حتما انشاءالله سعی میکنیم که این برنامه ادامه پیدا بکنه به یاری الله متعال. بیننده عزیز از روسیه، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. شما نازه سلامت خوبه. زنده باشید، تشکر از شما. برادر انصار شما این؟ بله بفرمایید برادر عزیز. الو. بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. پخش مستقیم دیما؟ بله پخش مستقیم است، بفرمایید. استاد عزیز زیاد سوال داشتم. بفرمایید. امی ایپاتیک هم میگم با زبان روسی، انا با چی خدمون، انا چی میشه وکو؟
خونه میگیری بله قرض ایبان قرض میگیری درست انا امورا بعد 20 سال وری پرداخت میکنی هر ماه همون موافق همون چیز پرداخت میکنی گفتن که مسئله میدوزیم میشوام می نمیشوام باش چشم در این مورد صحبت میکنم. چی حکم داره برام حکومت سمیه شهر میدوزیم باشه چشم در این مورد صحبت خواهم کرد. استاد عزیز ما خواهی شما رو بسیار پیگیر میکنیم خواهی از برای الله شما رو ما سلامت دوست میدارم خانگی همه شما رو تماشا میکنن سلامت همه باشید. برادر شما رو سلام میگوین علیکم و علیهم السلام. زنده باشید برادر زنده عزیز. باشین شما رو متقبل سلامت باشید. خدا نگهدار خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. برادر عزیز، در کشورهای غیر اسلامی، حتی در کشورهای اسلامی، خانه هایی که از طریق بانک های ربوی خریده می شود، به این معنی که قیمت خانه است مثلا $100,000 اگر شما نقد بخرید، این رو بانک میاد برای شما $150,000 به مدت 20 سال به شکل اقساط ماهانه به شما میفروشه. این رباست، سود است، حرام است. حتی علما میگن عباداتی رو که انسان در منزلی، در خانه‌ای که بر سود گرفته شده باشد قبول نمی شود. و الله سبحانه و تعالی کسانی که سود میدهند و سود میگیرند، کاتبش به اصطلاح کسی که وساطت میکنه، همه اینها رو به مبارزه میطلبد، به جنگ میطلبد. و این یک موضوع بسیار معضله بزرگی است در اروپا خاصتا، و بعضی از انسان‌های متساهل در این زمینه فتوا دادن، گفتن که اشکالی ندارد. بعضی دلایل بسیار مسخره‌ای دارن در این مورد که اینجا دارالکفر است و دارالحرب است و هر چی که از اینا گرفته میشه غنیمت است. اینا همه دلایل واهی است. آنچه که حقیقت است این است که هر معامله‌ای که در او سود باشد، ربا باشد، جایز نیست. خب بعضیا میگن که خب ما پس چیکار بکنیم، مشکل است یعنی در اینجا بدون خانه بودن. ببینید، اولا سعی بکنید که نقد بخرید، قرض حلال، قرض الحسنه‌ای مثلا اگر که بتونید از کسی به دست آورید و بخرید. ثانیاً اگر که هدف شما تقوا و پرهیزگاری باشد، حتما الله سبحانه و تعالی راه رو برای شما آسان می کند و در زندگی شما برکت می اندازد که شما بتوانید هم کرای خانه رو بدید، هم یک زندگی آرام داشته باشید. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که از الله ترسید، تقوا پیشگیری کرد، الله سبحانه و تعالی راه رو برایش باز می کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب. از جایی به او روزی میداد که اصلا فکر و حسابش هم نکرده باشد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که به الله توکل بکند، الله برای کافی است. پس این دلیل نمیشه که ما اینجا مشکلات داریم، سختیات داریم، فلان این اون، ما باید که حتما خانه رو به شکل اقساط بخریم. این حرام است، سود است، رباست، جایز نیست. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. تماس این بیننده عزیزمون مشکل داره. دوستانی که از طریق اینترنت تماس میگیرن سعی کنن اینترنتشون چک بکنن که مشکلی نداشته باشه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. دوستانی که از ایران تماس میگیرند فکر کنم تماسشون مشکل داره. بله بیننده گرامی بفرمایید از تاجیکستان. بله سلام علیکم، بفرمایید. دوستان عزیز بزرگوار، شما از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب این برنامه زنده رو میبینید
و عزیزانی که میتونن به طور مستقیم تماس بگیرن با شماره تلفنی که در صفحه تلویزیون ظاهر شده میتونن تماس بگیرن و عزیزانی که از طریق واتساپ هم تماس بگیرن ما حتما صدایشان رو خواهیم داشت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. در مورد حدیث سوال داشتم. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی. بله. الو. بله، سوالتون چیه؟ بفرمایید. میخواستم اینم نظرتون در مورد این حدیث چیه؟ بله، این حدیث صحیح هست، با دو لفظ روایت شده، هم کتاب الله و اطرتی هست و هم کتاب الله و سنتی، و اهل سنت به این عمل میکنن، هم به کتاب الله و اطرتی و هم به کتاب الله و سنتی. میخواستم بپرسم که جناب ابوبکر اطرت پیامبر هستن یا حضرت علی اطرت پیامبر هستن؟ حضرت علی. خب پس چرا ما خلیفه‌مون رو حضرت علی انتخاب نکردن مسلمان‌ها؟ چون که پیامبر فرموده بود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. فرموده بود من کنت مولا فهذا علی مولا. فرموده بود که مثل من و علی مانند هارون و موسی است، با این تفاوت که بعد از من پیامبر دیگه مبعوث نمی شود. خب از همه اینا شما میخواید اینو برداشت بکنید، از همه اینا شما میخواید اینو برداشت بکنید که خلافت یک منصبی است مختص به اهل بیت. بله، چون که خود پیامبر فرمودن. خب از اهل بیت، مختص اهل بیت، از اهل بیت کدوم یکیشون تونستن که از همین 12 امامی که شما بهش اعتقاد دارید کدوم یکیشون تونستن که خلیفه بشن؟ میشه سوال منو جواب بدید؟ بیننده عزیز از ایران. خب این شبهاتی است که مطرح میکنن که والله پیامبر گفته کتاب الله و اطرتی، شما نه به اطرت عمل کردید نه به کتاب الله عمل کردید. کتاب الله رو که گفتید تحریف شده، 16,000 خورده آیه بوده و صحابه زدن تحریفش کردن. اطرت پیامبر هم که شما یک روایت صحیح و سند از اهل بیت پیامبر بیارید که شما به اون عمل کرده باشید. بالعکس اهل سنت هم از اهل بیت پیامبر روایاتشون رو قبول دارن و به اون عمل میکنن و هم به قرآن کریم ایمان دارن که تحریف نشده، محفوظ است و بهش عمل میکنن. وانگهی شما ادعا میکنید که منصب خلافت یک منصب به اصطلاح الهی است که از طرف الله سبحانه و تعالی 12 تا خلیفه تعیین شد که اولش علی است و آخرش مهدی است. الان خلیفه 12 کجاست؟ چرا دنیا را اداره نمیکنه؟ یعنی خداوند خواست که 12 تا خلیفه بیان حکومت بکنن بر جهان، بر مسلمان ها، غیر از علی و مدت 6 ماه هم امام حسین، امام حسن، دیگه هیچ کدومشون نتونستن که حکومت بکنن. پس این یک چیزی رو خدا خواست ولکن اتفاق نیفتاد. این یک سری تناقضاتی است که متاسفانه شما بهش اعتقاد دارید و نمیتونید حل بکنید و جوابی براش ندارید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان خوب هستی؟ حالت خوب است؟ بخیر هستی؟ سلامت باشید، زنده باشید. زنده باشی. من محمد عبدالله هستم از تاجیکستان تماس میگیرم استاد. محمد عبدالله برادر عزیز بفرمایید، الله مطال حفظتان کند. سلامت باشی. خوب هستم استاد جان؟ زنده باشید. خوب هستم. خوب هستم استاد. الله مطال حفظتان کند. سلامت باشید استاد جان. خیلی دیگه برنامه شما رو تاسفانه نداریم، خیلی منتظر شما هستیم. من عادتا روزهای سه‌شنبه در شبکه نور برنامه دارم، آن رو استکست، و روزهای جمعه هم از طریق یوتیوب در خدمت شما هستم. روزهای جمعه؟ بله. از خیلی شبکه دیده حق ندارید؟
از صفحه ندای حق در یوتیوب، همین که شما دارید میبینید برنامه رو. درست. بعد از یوتیوب خیلی 10 مینوت 20 مینوت میبینم شبا، ولی خیلی برنامه توی تلویزیون با فکر نداره. نه درست. زنده باشید برادر. استاد جان همین طرفای ما سین تاجیکستان ان شاء الله میاییم. ما خیلی مشتاق شما هستیم، خیلی شما دوست داریم، خدا شاهد است. سید خان قدر ان شاء الله خدا خدا شما منتظر هستیم بیاین اینجا ان شاء الله دعا بکنید که ان شاء الله الله مترسم. هم شما را دوست می‌دارم استاد، هم سلامت باشین. ببینم شما را. سلامت باشین برادر. پدر مادر هم سلام برسون استاد جان. سلامت باشین. علیکم و علیهم السلام. در حق ما استاد جان دعاگو باشین ان شاء الله. الله متعال حفظتان کند. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از شما. استاد جان سلامت باشین. خدا نگهدار. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده دیگری از ترکیه. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. تشکر از شما. برای خود من میخواستم درباره از فکر بزنم اوضاعی که انتخابات ترکیه بود. بله. علمای عزیز دیدیم که هر چیز میگه، یکی میگه طاغوت است، یکی میگه مثلا کافر است و حمایت از طاغوت کفر است و دیگر میاد در سر منبر که ما شما دیدیم ویدیوهایشان در صفحات مجازی علمای ما میگن که سبحان الله قرآن برای اسلام خدمت میکنه، به خاطر دین مبارزه میکنه. دیگه بعد خبرم شدم که گفتن که چندین مشایخ از عربستان هم به حمایت از اردوغان خبر بلند کردن و فتوا دادن. درست. بله من گفتم اصلا چه قسم است؟ خب آیات خداوند آشکار و معلوم است، چرا این قسم ظالم چیز دیگر میگه در حالی که همه چیز آشکار است. درست. باشه در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. باشه تشکر استاد. زنده باشید. خدا نگهدار شما. در مورد انتخابات ترکیه ببینید عده‌ای انسان‌های عاقل عالم یا موقف نگرفتن یا حداقل حرف خوبشون را زدن. بعضی از داعشی‌ها و تکفیری‌ها، بعضی از جوان‌های کم تجربه و بی سواد و جاهل آمدن که بله این است و فلان است و در این انتخابات شرکت نکنید فلان. ببینید ما بیایم یک سری واقعیت ها رو در جامعه ترکیه ببینیم. از زمانی که حزب عدالت به قدرت رسید در ترکیه، فقط اگر جانب اقتصادیش رو ما نگاه بکنیم، ترکیه 180 درجه وضعیت اقتصادیش، وضعیت اجتماعی تغییر کرد. قبل از این در ترکیه مثلا یک زن، یک دختر نمیتوانست با حجاب وارد مدرسه شود، وارد دانشگاه شود، وارد ادارات حکومتی شود. همه شما ویدیوشو دیدید در یوتیوب زیاد است. مدارس قرآن کریم، مدارس اسلامی، هر گونه فعالیت اسلامی ممنوع بود. حزب اردوغان، حزب عدالت آمد همان به اصطلاح معیارهایی رو که اینها شعار میدادن و بهش عمل نمی‌کردن، معیارهای دموکراسی رو به اصطلاح در جامعه پیاده کرد. گفت با هر کس آزاد است، هر چیز میخواد بگه، هر کاری میخواد بکنه. کسی میخواد بره مسجد، کسی میخواد بره کلیسا. آزادی دینی، آزادی اجتماعی و آزادی‌های شخصی در چارچوب قانون و الی آخری. از این فرصت مسلمان ها استفاده کردند، تونستن نفسی بکشن. مسئله حجاب، خیلی از مشکلات حل شد در جامعه. الان پلیس با حجاب هست، در ارتش زنها با حجاب میتونن برن، در ادارات حکومتی با حجاب میتونن کار بکنن. مدارس قرآن کریم هست، مدارس دینی هست، تا سلسله مدارس امام خطیب که در اون زبان عربی قرآن کریم و علوم دینی تدریس میشه، رسما زیر پوشش وزارت آموزش و پرورش یا وزارت تعلیم و تربیت کار میکنه. و آن معیارهایی رو که شعار دروغین میدادن طرفداران به اصطلاح دموکراسی و سیکولاریسم و اینها، که در حقیقت دروغ میگفتن،
حرف از آزادی بیان می زدن، اما آزادی بیان برای کی بود؟ برای دشمنان اسلام. برای مسلمان ها آزادی بیان نبود. حزب عدالت آمد همین معیارهایی رو که اونا شعار میدادند در جامعه پیاده کرد و امروز نتیجهش رو داریم میبینیم که این یک واقعیت است که هرگاه اسلام با کمالش و با جمالش در یک جامعه عرضه بشه، طبیعتاً مردم قبول میکنن و روز به روز التزام دینی مردم داره در ترکیه بیشتر میشه. یک عده فکر میکنن که اردوغان به عنوان یک شخص اسلامگرا و حزب عدالت به عنوان یک حزب اسلامگرا به اصطلاح داهیه تشکیل حکومت اسلامی یا تطبیق شریعت رو در ترکیه دارند یا داشتند و بر اساس این بر آنها حکم میکنن. این رو نه اردوغان گفته و نه حزب عدالت گفته. اونا همیشه گفتند ترکیه یک کشور آزاد، دموکراتیک و پیرو نظام سیکولاریسم است که دین در مسائل سیاسی و دولتی دخالت ندارد. و هیچ وقت نگفتن که ما حکومت اسلامی درست کردیم. پس بیاین اردوغان و حزب عدالت رو محاکمه بکنید که حالا شما تطبیق شریعت نکردید، شما این نکردید، شما طاغوت هستید، شما فلان هستید. این از کج‌فهمی و جهالت و حماقت این انسان ها سرچشمه میگیره. نه اینها ادعای حکومت اسلامی کردن، بله اسلامگرا هستن، مسلمان هستن، اسلام رو دوست دارن، مقدسات اسلام رو عزت میکنن، مساجد رو آباد کردن، مساجد بنا کردن، قرآن کریم چاپ کردن، مدارس دینی رو آزادی بهشون دادن، به علما، به دعوتگران آزادی دادن. اما هیچ وقت نگفتن که ما یک نظام سیاسی اسلامی ساختیم. پس وقتی که یک احمقی بلند میشه میگه که این فلانی طاغوت است. ببینید طاغوت در صورتی است که یک حاکم که برخلاف ما انزل الله حکم بکنه، حاکم مطلق یک جامعه باشه و برخلاف ما انزل الله حکم بکنه. اولا که حزب عدالت و اردوغان حاکم مطلق ترکیه نیستن. در اینجا نظام پارلمانی است. در پارلمان در طی انتخابات اخیر تقریبا نیمی از کرسی‌های پارلمان نصیب ائتلافی شد که در اون ائتلاف اکثریت با حزب عدالت و توسعه است. به تنهایی حزب عدالت و توسعه 1/4 کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. یعنی به این معنی که اگر فردا یک قانونی رو بخوان در پارلمان ترکیه بخوان تصویب بکنن، خیلی به مشکل میتواند ائتلاف حاکم اسلامگرا این قانون را تصویب بکنه، چون مخالفین این قانون یا مخالفین این نظام در پارلمان چیزی در حدود نصف هستند. اما امید است که بتوانند با سعی و تلاش و کوشش و خدمت به مردم این نسبت رو بیشتر برسانند تا خیلی از قوانینی که مخالف دین اسلام هست به مرور زمان از طریق پارلمان این قوانین تعدیل بشه. سوال اینجاست که آیا این نظام و این سیستم یک سیستم اسلامی است؟ نه، نیست. این یک واقعیت است. نه اینها ادعا کردن و نه کسی گفته. نظام دموکراسی، نظام رأی اکثریت، نظام پارلمانی، قوانین که در پارلمان تصویب بشه، این یک نظام اسلامی نیست. اما این یک نظام دموکراسی است. اما طوری که گفتم در نظام دموکراسی یک سری معیارها و شروطی دارن که رأی اکثریت هست، اکثریت باید رأی بدن، اکثریت باید به اصطلاح یک قانون رو در پارلمان بتونن تصویب بکنن. عده میان، مثلا بعضی از علما، حتی دیدم از افغانستان، آمدن بر اساس اون مفکوره محدوده تنگ خودش در افغانستان بر ترکیه حکم میکنه که بالا ترکیه اینطوری است، اردوغان اینطوری است. اینم نشأت گرفته از جهل و حماقت و نادانی است. ببینید یک مسلمان باید واقعیت‌گرا باشه. ترکیه تقریباً 100 سال در زیر بدترین نوع دیکتاتوری سیکولاریستی بوده و در این نظام با هر چه که شاعر دین بوده 100 سال مبارزه شده. افکار عمومی مردم، وزارت به اصطلاح آموزش و پرورش و میدیا، همه چیز به دست اونها بوده.
اینها نه تنها یک نسل بلکه 2-3 نسلی رو تربیت کردن که از اسلام فقط اسمش رو میدانه. به همین خاطر مثلا خیلی برای شما شاید عجیب باشه، زنی هست در ترکیه، زیاد این چیزها رو شاید ببینید، حجاب نداره، مینی جوب هم شاید بپوشه، موقع نماز که میشه میره مسجد، چادر نماز اونجا آماده است، میپوشه، نمازشو میخونه، میاد بیرون. اینا اینطوری تربیت شدن، یعنی به اینها فهمانده شده که اسم اسلام فقط یک اسم است و همین عبادات، نماز تو بخون، روزه تو بگی. رمضان ماشاءالله روزه میگیرن، شما برید مثلا در رستوران نشسته، طرف منتظر افطار هست، حجاب نداره، افطار میکنه، نماز نمیخونه. ببینید این سالها اونها زحمت کشیدن و این جامعه رو اینطوری تغییر دادن. تغییر این جامعه به یک جامعه‌ای که مسلمان وارسته باشه و به اصطلاح اسلام رو به تمام معنا درک بکنه در بین یک شبانه روز که نمیشه. همونطوری که اونها 100 سال زحمت کشیدن، مسلمان ها باید زحمت مضاعف بکشند تا بتوانند این مفاهیم غلط رو در جامعه تغییر بدن. و این کسی که مثلا در تاجیکستان نشسته، در روسیه نشسته، بعضی از این کلیپ هایی که دیدم طرف در هلند نشسته، در آلمان نشسته، در اونجا نشسته، فلانی طاغوت. خب جانور، تو که نه تو غرب نشستی، پاسپورت مثلا بلژیک و هلند و آلمان و غیره رو سر جیبت گذاشتی یا پاسپورت روسی سر جیبت گذاشتی، تو چی هستی؟ تو تا همه قوانین اون کشور رو امضا نمی کردی، قبول نمی کردی که بهت پاسپورت نمی دادن. و این به نظر من یک توطئه دشمنان اسلام هست تا به این وسیله مسلمان ها رو ببینین. وقتی که در ترکیه شما در انتخابات شرکت میکنی، به عنوان یک وظیفه شرعی شرکت نمی کنی، به عنوان یک وظیفه ملی، به عنوان یک وظیفه انسانی میگی با خودت بارالله من در این انتخابات شرکت میکنم، نه اینکه این سیستم انتخابات را قبول دارم، بلکه به کسی رأی میدم که حداقلش این است که به مسلمان ها آزادی میده که عبادت هاشون را انجام بدن. و این رو بهش میگن فقه واقع، که متاسفانه بعضیا دور از این جامعه، مثلا کسی هست ترکیه رو ندیده، نیومده، حسن از هیچ چیزی خبر نداره، تاریخ ترکیه هم خبری، این نظام اینطوری است، این فلانی اینطوری است، حکم صادر میکنه. بعدم تکفیر، خیلی این کافر است، اون کافر است، این طاغوت است. این کلمات اصطلاحات شرعی است. این اصطلاحات شرعی رو باید علما متخصصین اینها رو اطلاق بکنن، نه اینکه هر بچه‌ای بیاد در برنامه زنده بره در فیسبوک بعد بگه که آقا فلانی طاغوت است و فلان کشور اینطوری است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. من محمد امین از قزاقستان برای شما تماس. محمد امین برادر عزیز بفرمایید. حدود 15 سال است که حرفای شما را میشنم، زیاد خیلی خوب است اینجا، مردم زیاد شما را دوست دارم. زنده باشید. با خصوص مردمای فارسی زبان در اینجا زیاد است. ماشاءالله. بسیار خوب برنامه دارین. سلامت باشین برادر عزیز. همیشه دعا میکنیم شما را. الله متعال احسان کنه. زنده و سلامت باشید. طرف ما چی وقت میایین؟ طرف ما نمیایین یگان دفعه میمانیم. ماشاءالله دعوت ها زیاد شده، ان شاء الله میاییم به یاری الله متعال. زیاد دوستتان داریم. سلامت باشید. محمد امین دینام دوست داره شما را، بسیار علاقه‌مندای شما در سراسر دنیا زیاد است. سلامت باشید برادر. از شما زیاد پیروی میکنیم، اینجا حرفای شما که از کلگش نوشته کردیم اینجا، سلامت باشید. که میگه برشان درست نیست. زنده باشین، سلامت باشین برادر عزیز. الله متعال شما را حفظ کنه. تشکر از تماستون. تشکر از شما استاد انصاری. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. من اینجا فقط یک چیز رو خدمت برادر عزیز بیان بکنم. از شما پیروی میکنیم این درست نیست. ما همه از قرآن و سنت پیروی میکنیم. هیچ وقت پیرو اشخاص نباشید.
به اشخاص تعصب نداشته باشید، چون همه ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به ما حسن خاتمه نصیب بکنه، چون نمیدانیم انسانهایی که امروز زندگی میکنن فردا چه کار خواهند کرد، چه اتفاقی برای اونها میفته، آیا تغییر میکنن والعیاذ بالله یا برمیگردن از اعتقادات درستشان. به همین دلیل ما نباید پیروی از افراد بکنیم. افراد اگر قال الله و قال رسول گفتن از اونها پیروی میکنیم، در غیر اون پیروی نمی کنیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد انصاری هستی؟ بله بفرمایید برادر عزیز. صدای من در پخش زنده است؟ صدای شما در پخش زنده است، بفرمایید. بسیار خوشحال هستم محمد انصاری جان، یادار بزرگی من. سلامت باشید. در ترکیه هستم. منیال در خیاط خانه کار میکنم، خیاطی. ماشاءالله. برنامه ایتانم در ایتون میبینم. سلامت باشید. در کار. الله مطالب ستان کنه برادر عزیز. آنیالا در زنده بودم، زنگ میزدم جواب نمیدادیم موفقانه. آنیالا زیر تاثیر نمتیم چی رفتم. آنیالا گذر نمیتونم. الله مطالب ستان کنه برادر عزیز. زنده و سلامت باشین. تشکر از برنامه خوبتان، از دعایتان فراموش نکنین. هر وقت برنامه‌تان رو دنبال میکنم. آنیالم در زنده بودم، برآمدم از سال زنگ. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. الله مطال کمک کنه به شما. الله مطالب ستان کنه. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوار. از آلمان برادر عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر صدا رو ببندید و استاد محمد انصاری سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای گیرنده رو ببندید، فقط خودتان صحبت بکنید تا صدای انعکاس نکنه. بفرمایید. چشم آقای محمد انصاری، من خیلی دوست دارم. 2 سال به این تندب میخوام زنگ برات بزنم، صحبت باید بکنم، نمیشه. امروز خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید برادر عزیز. الله مطالب ستان کنه. زنده و سلامت باشید. خیلی دوست دارم، خیلی. الله مطالب ستان کنه. روز جمعه برنامه شما روز جمعه هست نه؟ عادتا روز جمعه و روز سه‌شنبه. بیننده گرامی، بله میشنم. آقای محمد انصاری، فقط الله سبحانه و تعالی عمر دراز برات بده. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. آقای محمد انصاری، میخوام با شما ملاقات کنم. کدام مملکت زندگی میکنیم؟ میخوام ببینمت. انشالله از طریق همین شماره میتونید که بعد از برنامه در تماس باشید. انشالله صحبت میکنیم با هم. باشه. برنامه تمام شو حتما ما برات زنگ میزنم. زنده باشید برادر عزیز. زنده باشید. خیلی دوست دارم، خیلی. الله مطالب کنه. الله مطال شما رو دوست بداره. تو دعا کن در حق ما انشاءالله. سلامت باشید. الله مطالب کنه. تشکر از شما برادر عزیز. روز خوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و برکاته. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوار. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حیاک الله و ابایک استاد عزیز. اهلا و مرحبا بكم. استاد عزیز، محمد انصاری هستم از تاجیکستان، از هلند زنگ میزنم. ماشاءالله از هلند. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز، الله شاهد است، 6 سال است که میگم با خودت صحبت کنم، نمیشه 6 سال. الله مطالب ستان کنه. زنده و سلامت باشید. الان دارید صحبت میکنید. کمتر در هیجان باری اول است که با شما صحبت میکنم. و خدا استاد عزیز، مردم تاجیک خیلی شما را دوست میدارن، احترام میکنن، اما وقت حق شما دعاگیم استاد عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. استاد عزیز، باری کم از راستی گپ میزنم، کمتر در هیجان. یک سوال داشتم، اما پیش از سوال دادن التماس که از من خفه نمیشه. نه بفرمایید.
استاد عزیز الان یک صحبت بعض که نامش چی بود، اسکندر تاجیکی محمد مدنی رو گوش کردم. میگه که محمد انصاری میگه حزبی است. میگه این چه خیلی بفهمیم این مسئله رو، یا شرح میدین استاد عزیز؟ حزبی است میگه؟ بله میگه این محمد انصاری یک حزبی است، میگه عقیده‌اش خراب است. میگه در حق شما هر تهمت، میگه من خواستم که با شما هم صحبت کنم در این باره. باشه، در این مورد صحبت میکنیم. باره که استاد عزیز باور کنید، الله شاهد است، به حد در بین مردم تاجیک همین آدم تفریقه بزرگ انداخته است. خیلی جوانان تکفیر میکنند به یگام عذر و سبب. یک صحبت خوب میکردن ان شاء الله. چشم، حتما ان شاء الله، حتما ان شاء الله. استاد عزیز در آخر التماس میکنم، خیلی التماس زیاد استاد جان، باور کنید 6 سال بود انتظار بودم، خیلی خرسندم در هیجانم. التماس در حق استاد یک دعای خیر کنید که من طالب علم میشم. الله متعال به شما خیر دنیا و آخرت را نصیب بکنه و از بندگان نیک و صالح و عالم و عامل به قرآن و سنت بگردانه شما را. هزار رحمت استاد جان، میندار. هزار رحمت خدا. سلامت بارک الله فیکم. بارک. محمد مدنی میگه که محمد انصاری حزبی است. کلمه حزبی رو که این تکفیری ها که استفاده میکنن، خودشان را میگن ما پیرو قرآن و سنت هستیم، فلانی حزبی است. حزبی بودن در نزد اونها این جمله رو که استفاده میکنن، این جمله ناآشنا در بین تاجیک ها و افغان ها و ایرانی ها هست. این جمله در بین مدخلی ها و متشددین عرب معروف است. در نزد اونها حزبی بودن به معنی چی؟ یعنی طرفدار حزب اخوان المسلمین است، یا به اصطلاح عضو حزب اخوان المسلمین است، یا تابع حزب اخوان المسلمین، یا احزابی که از اخوان المسلمین جدا شده باشند. به اونها میگن حزبی. این رو به عنوان یک طعن وارد میکنن. مثلا چی میگن؟ شیخ فلان الفلانی حزبی است. یعنی چی؟ خلاص این دیگه الان مطعون شد، طعن وارد شد در این، حرفشو گوش نکنید، خلاص این حزبی است. تو چی هستی؟ من تابع قرآن و سنت هستم. بعدش ببینید همین کسایی که همین جمله رو میگن پیرو کی هستن؟ پیرو ربیع بن هادی المدخلی. یک حزب است، خودش برای خودش یک حزب درست کرده داخل سلفیت و به نام مدخلیت معروف است. در بین مدخلی و مدخلیت بهشون میگن. یک حزب است. یا همین مدنی تابع کی هستی؟ تو تابع داعش هستی. داعش الان یک حزب است. پس شما هم حزبی هستید. این رو به عنوان یک فوشی، به عنوان یک طعنی وارد میکنن که بگن والله فلانی حزبی است، این حرفاش اهمیت نداره، عقیدش خراب است. من نمیخوام به اصطلاح از خودم دفاع بکنم در اینجا. شما سالهاست برنامه من رو دیدید، همه بینندگان شاهد هستن. ما بارها شده حرفهای که غیر به اصطلاح دقیق باشه، مخالف قرآن و سنت باشه، از اخوانی باشه، از سلفی باشه، از حنفی باشه، نقد کردیم. همین چند روزه که گذشت ما برنامه‌ای داشتیم در نقد آقای حکمتیار. آقای حکمتیار یکی از رهبران احزاب جادی افغانستان که دقیقاً حزب اسلامی افغانستان که تابع یا شعبه‌ای از اخوان المسلمین هست در افغانستان، فکرشان فکر اخوان المسلمین است، تابع این فکر بودن، تابع این مکتب بودن. ما در دوران جهاد در مدارس اینها درس خوندیم، چون در افغانستان در اون موقع مدارس، یا در پاکستان مدارس به اصطلاح غیر تنظیمی نبود. هر مدرسه تابع یکی از تنظیم‌های مجاهدین بود، یکی از حزب‌های مجاهدین بود. اما وقتی که حکمتیار آمد در مورد احادیث پیامبر شکوک و شبهات مطرح کرد، در مقابلش ایستادیم و با قاطعیت و با شدت جواب دادیم. از به اصطلاح حدیث پیامبر رو از این که وحی الهی باشد انکار کرد، جواب دادیم بهش. 2-3 برنامه رفتیم در این مورد و باز هم جوابشون، یعنی نمیگیم که والا چون جناب حکمتیار هست
بزرگ است، نمیدونم رهبر حزب است، فلان هست. نه نه نه، ما به چیزی نمیگیم. ما تعصب به اشخاص نداریم. تعصب ما فقط به قرآن و سنت است. اخوان مسلمین رو بارها بهشون گفتیم در برنامه‌های مختلف، اشتباهاتشون رو، گمراهی‌هایی که دارن، اشتباهات منهجی که دارن، اشتباهات اعتقادی که دارن بیان کردیم و از این مسئله اصلا اباهی نمی کنیم. لا نخاف فی الله لومة لائم. در مورد الله سبحانه و تعالی و دین الله از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسیم. خیلی از احزاب در خیلی از کشورهای اسلامی پیروانشان جانب عقیده صحیح رو تجاهل کردن، دوری کردن، پیروانشان رو اعتقادی بر اساس منهج قرآن و سنت تربیت نکردن. نتیجه چه شد؟ شکست خوردن. ما همیشه میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال زحمت کشیدن، نسلی که بر اساس عقیده تربیت شده بود رو به جامعه تحویل دادن و این نسل پرچم دعوت اسلام رو به سراسر دنیا رسوندن. بیایید یک مثال واضح بهتون بگم. صحابه در بین خودشون درگیری داشتن. جنگ جمل و صفین و فلان اینا رخ داد. علی با معاویه با فلان، حسین با اینا همه با هم مشکل داشتن. بله داشتن. اما حرف دین میشد، حرف قرآن و سنت میشد، همه در یک صف بودن. روزی که پادشاه نصرانی صلیبی به معاویه پیام فرستاد که شنیدم که با علی درگیر شدی، اگر میخوای من برات یک لشکری بفرستم که باهات همکاری بکنه. حضرت معاویه در جوابش نوشت ساکت شو ای سگ رومی، به خدا قسم لشکری میفرستم که تهش اینجا باشه، سرش پیش تو، سرت را از تنت جدا میکنم و برای علی هدیه میفرستم. یعنی وقتی که قضیه یک کافری که میخواست به یک مسلمان، مثلا حضرت معاویه بر علیه علی که مسلمان بود کمک بکنه، اینجا چون مسئله اعتقادی است، مسئله توحید است، اینجا میبینید که در مقابل او میسته. برعکس امروز مسلمان هایی رو ما میبینیم که اسمش مسلمان هست، 5 وقت نمازم میخوانه، روزم میگیره، زکاتم میده، حجم میره، بعد ببینید دست به دست با کفار بر علیه مسلمان ها همکاری میکنه. اصلا چرتش هم خراب نیست، هیچ اصلا براش مهمم نیست. چرا؟ چون عقیده رو نفهمیده، معنی لا اله الا الله رو نفهمیده، معنی توحید رو نفهمیده. امثال مدنی و صلاح الدین و غیره اینایی که نامهای معروفی که در اینجا هستن، شما رو به خدا ببینید اینها غیر از این که به جان دعوتگران مسلمان افتادن، گاهی دیدید که در مورد شارون و پرز و بایدن و پوتین و اینا برنامه داشته باشن؟ صفحه درست کردن دعوتگران به سوی جهنم. عکسای کی رو انداختن؟ شیخ محمد صالح پردری که ریش سیاهش رو در راه دعوت بر سر منبر سفید کرده، این شده دعوتگر به سوی جهنم. شیخ عبدالرحمن فاتح رو انداختن، شیخ ایاز نیازی رو انداختن، مولانا مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه رو انداختن، تصویر من رو انداختن، ذاکر نایک حفظ الله رو انداختن. علما و دعوتگران معروف جهان اسلام که زحمت میکشن در سنگر دعوت و قرآن و سنت دفاع میکنن، اینها پیش اینها کیا هستن؟ دعوتگران به سوی جهنم. پس دعوتگران به سوی بهشت در نزد اینها کیا هستن؟ حتما جو بایدن و پوتین و نمیدونم اینا. صفت اینها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث بیان میکنن. حدیث صحیح متفق علیه است. چون اگر ببینید این گروه این محمد مدنی و داعش و اینها در کشورهای اسلامی غیر از علمای مسلمان، دعوتگران علما، کسی دیگر رو نمیکشن و اگر گاهی اوقات شیارم بکشن فقط به خاطر این است که اونها رو بر اهل سنت حاکم بکنن، کاری که در سوریه کردن، در عراق کردن، در کشورهای دیگه هم کردن. مولوی مجیب الرحمن انصاری رو کشتن. همینا
مگر گاهی از زبان مولای مجیب الرحمن انصاری غیر از قال الله و قال رسول شنیده بودید؟ دکتر ایاز نیازی رحمت الله علیه را اینا کشتن، مگر گاهی از او غیر از قال الله و قال رسول شنیده بودید؟ و مبشر مسلمیار رحمت الله علیه را اینها کشتن، غیر از قال الله و قال رسول از او شنیده بودید؟ صدها از علما، دعوتگران و مجاهدین مسلمان را در سوریه و عراق و کشورهای دیگه همینا کشتن، محمد مدنی و همکارانش و همیارانش. پیامبر خیلی زیبا 1400 سال پیش صفت اینها رو بیان میکنه. یقتلون اهل الایمان و یدعون اهل الاوثان. اهل ایمان رو میکشن و مشرکین رو رها میکنن. کاری است که امروز داعش داره در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی انجام میده و اینها یکی از نوچه‌ها و پیروان اونها هستند. من در یک برنامه اومدم در مورد صفات خوارج و تکفیری ها صحبت کردم. صدها پیام که تو رو میکشیم فلان میکنیم. 15 سال پیش در مورد جنایاتی که اینها بر علیه جوانان مسلمان اهل سنت در تاجیکستان کردن، فریب دادن، اونها رو کشاندن به سوریه و به عراق، بعداً به شهادت رسیدن تعداد زیادشون. امروز خانواده‌هاشون، همسرانشون، دخترانشون در پیش روافض در اونجا در زندان‌های اونها هستن، شب و روز به اونها تجاوز میشه. کاری که رحمانوف میخواست اینا انجام دادن، کاری که روسیه میخواست اینا انجام دادن، کاری که KGB میخواست اینا انجام دادن. بعد این محمد مدنی در کجاست؟ پاسپورت اوکراینی سر جیبش، در اوکراین زندگی میکنه. الان هم از ترس این که ببرنش در جنگ بر علیه روسیه در یک خانه در یک روستایی در مرز بین روسیه و اوکراین پنهان شده. صلاح الدینش در کجاست؟ در هلند نشسته، در بلژیک نشسته، در اروپا. از اونجا کل امت اسلامی رو تکفیر میکنه. اینها کسایی هستن که دقیقاً آنچه که استخبارات دشمنان اسلام بخواد اینها به تمام معنا انجام میدن به نام اسلام. و فریب اینها رو نخورید. من بارها گفتم فریب اینا هدفشان ضربه زدن به اسلام و مسلمان هست. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی بفرمایید. آقای انصاری خوب هست شما؟ سلامت باشید برادر عزیز. اسم من عبدالله هست، تاجیکستان هستم. الله متعال شما را حفظ کند عبدالله برادر عزیز. آمین آمین. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. دعاگو باشید در حق ما آقای انصاری. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیب شما کند برادر عزیز. زنده باشید. تشکر از تماستون. آمین. تشکر میکنیم از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید، میشنوید. با فکر اینا برای اینا این امت بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله یکی دادشان به اسم طاغوت، یکی دادشان به اسم حنفی و مذهبی، یکی دادشان به اسم اشعری و ماتریدی و اینها را اگر ما اسلام خارج کرده بریم یا بغیر از خودشان دیگه کس نمیمونه در دین اسلام. دقیقاً. فکر خراب است بیشتر. درست. مسلمانان ما برادران مسلمان ما باید از افکار از اینا، از خواسته های از اینا باید آگاه باشند و بر از اینا فرصت ندن و از این مسئله باید آگاه باشند و از مسئله
سلامت باشید برادر عزیز. موفق باشید. پایم باشید. زنده باشید برادر عزیز. تشکر از شما. تشکر از برادر عزیز بزرگوار. بله، اینها نشستن فقط کارشان این است که این کافر است این مسلمان، که انه که مأموریت فرستادن مردم به بهشت و جهنم دست این است. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید برادر عزیز. خیلی مختصر میخواستم در مورد همین تکلیف صحبت کنم. بفرمایید. ضربه دادن که همه از سلفی ها میترسن، در حالی که سلفی های واقعی اینجوری نیستن. سلفی های واقعی علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام محمد بن عبدالوهاب، علامه شیخ فودان، شیخ ربیع یا دیگران، اینا همه عضو بالجهر رو قبول دارن، اینا تکفیری نیستن. متاسفانه اینها ضربه سختی بر منهج سلف دادن که همون برداشت مردم عوام از سلفی ها اینها هست. من خیلی از این ناراحتم که همین قضیه ما از قرآن میگیم. خود من بنده فارغ التحصیل زاهدان هستم، در فقه و عقیده حنفی هستم، ولی سلفی های حقیقی را میشناسم و از کتاب های مجموعه الفتاوی شیخ ابن تیمیه، از کتاب های منهاج السنه و از کتاب توحید امام محمد بن وهاب استفاده میکنم. اما مردم سعی میکنن سلفی های واقعی را بشناسن. من چند مرتبه همین آقای مدنی بود اگر مردی آقا بیا من که در اصل کوچکترم خود را نشان بده با من بحث بکن، نه خیر نمیکنه، چهره خود را نشان نمیده. اگر مرد باشد، من همین الانم اگر صدای مرا میشنود دعوت میکنم هرگاه عکس خود را نشان بدهد با صدا و تصویر باید من باهاش راضی هستم که بحث بکنم و انشاءالله شکست هم میدهم. شیخ بیشتر از وقت شما را نمیگیرم، در همه ما دعا کنید خداوند نگهدارتان باشد. سلامت باشید برادر عزیز. الله مخالفتان کند. تشکر از شما. دقیقاً کار اینا همین است، بدنام کردن منهج سلفیت. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوباره انصاری خوب تین، سلامتی اهل بیت همه تین. سلامت باشید برادر عزیز. شما چه خیلی؟ من الحمدلله 7 سال شد شما را گوش میکنم، یکم بار در تماس شدم. در صدمه دوچار شدگم از در روسیه قرار دارم دعاگو باشن در حق ما. بابای دهخان دکتر محمد سلامت باشید. خداوند محمد انصارا جنت الفردوس نصیب کنه. استاد ما بهترین استاد. سلامت باشید. استاد سلیمانی همه شاهدان ما سلام اینو برادران تاجیکان، ما شما را دوست می‌داریم حضرت. سلامت باشید. الله مطالبتان کنه. زنده و سلامت باشید. من یک اعلام دارم حضرت، ممکنه؟ بفرمایید. برادران تاجیک که همین کمیترهای شما در می نویسن گپای قبه التماس برادران ننویسید و حرفای همین تاجیکی التماس برادران اینجا جای چی نیست ننویسن گپای قبه گپای چی نزنید. همچی زنگ بزنید حضرت استاد زنگ بزنید نمونه هم صحبت شید. تشکر از شما برادر عزیز. در قضا باشید در صدمه دوچار شدگیم استادا نیم باشن در حکمومت در رسیه قرار داریم استاد. دنیا و آخرت برای شما الله متعال هدایتشان بده. الله متعال اینها رو به راه راست، راه قرآن و سنت هدایت بکنه تا دست از این گمراهیشان بردارن. بیننده عزیز از ایران بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. بیننده گرامی از افغانستان بفرمایید. بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستید؟ سلامت باشید برادر عزیز. بخیر. خدا نمیستان کنه استاد.
شما در تیک تاک کدام صفحه داری؟ در کجا؟ در تیک تاک. بله بله در تیک تاک هم صفحه دارم. درست است استاد. سلامت استاد باشید. دیگه در این باره همی تکفیریا برنامه ایتان بیشتر بساز. استاد خیلی مفید بود. یک ویدیو است شاید صفحه شما بوده باشه، یک 15,000 بازدید هم داشت. حتما انشاءالله در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد برادر عزیز. خیر باشین استاد، خدا نگهدارتون کنه. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا. خدا نگهدارتون. انشاءالله سعی میکنیم که در این مورد برنامه ویژه‌ای داشته باشیم تا حقیقت این گروه گمراه رو بیشتر واضح بسازیم برای شما عزیزان. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید بیادر بزرگوارم، بازم مزاحمتان شدیم. چند تا سوال داشتم، به خاطر هیجانی نتونستم سوالایی رو پرسیدم کنم. خیلی کوتاه بفرمایید که وقت برنامه به پایان رسیده. بفرمایید. این مولانا عبدالقدس دیفان رحمت الله علیه برنامه ایشان چه وقت است که من سایتشان رو تعقیب داشتم، همیان نیستن. یک هفته میشه میبینم نیست. یک هفته در سفر هستن، انشالله از سفر برگشتن دوباره شروع به فعالیت میکنم برادر عزیز. سیاه تشکر. سلامت باشید. خدا نگهدار. تشکر از شما برادر عزیز. آخرین تماس رو بگیریم. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. جناب استاد خوب هستید؟ بخیر. سلامت باشید. صدای گیرنده رو ببندید و از طریق تلفن صحبت کنید. بفرمایید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من یه مادر غریب در آلمان. بفرمایید. میخواستیم در حق فرزندان من دعا کنید که کل قرآن عالم شوند و قاری قرآن شوند. الله سبحانه و تعالی فرزندان شما را فرزندان صالح و عامل به قرآن و سنت بگرداند مادر گرامی. تشکر. زنده باشید. تشکر از شما. جزاک الله خیر. حیاکم الله. تشکر میکنیم از این مادر گرامی و از همه شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت برنامه به پایان رسید. تا جمعه آینده که باز هم در این تلفن مستقیم انشاءالله با شما عزیزان همراه خواهیم بود و دوستانی که سوالاتی دارن میتونن در طول هفته به همین شماره واتساپی که زیرنویس شده است بفرستن. انشاءالله یا سوالاتشون اگر خاص بود مستقیم بهشون جواب میدیم و اگر سوالات عام بود انشاءالله در برنامه پاسخ خواهیم داد. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر که باز با شما عزیزان همراه خواهیم بود. البته فراموش نکنید روزهای سه‌شنبه هم از طریق ندا تیوی و هم از طریق شبکه جهانی نور برنامه آن روی سکه رو رأس ساعت 7 به وقت مکه مکرمه خواهیم داشت. الله متعال یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.